بسم الله الرحمن الرحیم. برادر یک پکه بادی ساختیم یا مو چی میگن نام ادبیشه، توربین بادی ساختیم که حالا فعلا خو اصلش نکنیم که این قسمتش از بربرنگ استفاده کردیم که این قسمت یک ذره فشارش دادیم که بربرنگ پایان نره و این قسمت وسطش یک چوب دا کردیم که اینمی قسمت که سرپوش هست در سر چوب بیاید و این دولت متحرک باشه، حرکت داشته باشه، یعنی با چهار طرف دور خورده بتانه. و این خود از این که هست اینی میتونه که اینی قسمتش امو بربرنگ بگویمش دیگه. این قسمت خودش میتونه که یک دور 11 دور جور کنه، یعنی یک دوره که این میخوره 11 دور جنراتور یا می موتور دینامو رو میته دیگه. اینجا مصرف کننده داریم یا می گروپ که برقش میآید در گروپ و اینجا به مصرف میرسه و این پایینشون و این دیگه قسمت هایش هست دیگه که او رو باز بعدا براتان تشریح میکنیم. و این پشت سرش هست که مسیریاب شمال هست که از 4 طرف شمال میگیره و این رو به حرکت میاره و حالا فعلا نصبش میکنیم. حالا فعلا نصب شد و دال متحرک است که از 4 طرف که اگر شمال بیاید از هر طرف که شمال باشه این میتونه که روی خود دور بته و توربین رو به چرخش بیاره. و حالا برش یک شمال مصنوعی میتیم توسط این پکه این موتور ببینیم که چقدر مفید تمام میشه و 4 تا 5 ولت برق تولید میکنه. میتونیم ازش استفاده کنیم. اون گروپ رو فعلا روشن کرد. و بسیار با شمال کم میتونه که 4 ولت و 5 ولت بکشه اندازه یک چهارچرم باید. اون نظر به همه قوت توان و زور خود برق کنه میکشه. و این فعلا خود کوچکش هست میتونیم به بزرگشون بسازیم و ازش استفاده کنیم. کوچکش همین کوچکش که تا خانه این 4 ولت و 5 ولت برق میکشه و بزرگش که برق 220 بکشه. او وسایل دیگه ضرورت داره تا خانه 15,000 و 20,000 افغانی کار دارن که بزرگش رو بسازی و ازش استفاده کنیم. منطقه‌ای که شمال دارن اونجا میتونیم ازش استفاده کنیم.